به نام خداوند بی‌نیا. سلام هموطنان عزیز، امید است که جور و صحت و سلامت باشین و هفته گذشته را در صحتمندی کامل به سر برده باشین. ما با یکی از کلاب های پهلوانی آمدیم تا از رشته ورزشی پهلوانی برای شما یک برنامه خوب عالی تهیه بکنیم. بدون شک پهلوانی فرهنگ دیرینه مردم افغانستان است. شما هم فرزندانتان را تشویق بکنید تا این فرهنگ را یاد بگیرند و این فرهنگ افغانستان را بتوانند زنده نگه بدارند. ما در برنامه تمرین روی موارد مختلفی میپردازیم. ابتدا می رویم تاریخچه این ورزش با هم تماشا میکنیم و دوباره در حضور شما برمیگردیم. ورزش پهلوانی یکی از کهن‌ترین ورزش‌های سنتی جهان به شمار می‌رود که ریشه آن به بیش از 2000 سال پیش به دوران افغانستان باستان یا آریانا باز می‌گردد. این ورزش در آغاز با هدف آماده‌سازی جنگجویان برای دفاع از سرزمین و تقویت توان جسمی، شجاعت و استقامت شکل گرفت. با گذشت زمان، آیین‌های اخلاقی، جوانمردی، فروتنی و احترام نیز با آن افزوده شد و ورزش پهلوانی از یک شیوه رسمی به مکتب برای پرورش جسم و اخلاق انسان تبدیل گردید. در گذشته تمرین‌های این ورزش با ابزارهای الهام گرفته از سلاح‌های جنگی مانند سنگ، گرز و غیره انجام می‌شد و قوانین آن بیشتر بر پایه سنت، احترام به استادان و رعایت اصول جوانمردی استوار بود. با گسترش این ورزش و تشکیل زورخانه‌ها، کلب‌ها و غیره، شیوه‌های تمرین منظم‌تر شد و در قرن 20 قوانین رسمی مسابقات تدوین گردید. با تأسیس فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی در سال 2004 میلادی، مقررات این رشته در سطح جهانی استاندارد شدند و مسابقات بین‌المللی آن به طور منظم برگزار می‌گردد. پهلوانان بزرگی مانند محمد اسلم کابلی، صدیق زرگر، استاد ابراهیم و غلامرضا تختی با اخلاق، فروتنی و روحیه خدمت به مردم نام خود را در تاریخ این ورزش جاودانه ساختند و الگویی برای نسل‌های بعدی شدند. امروز این ورزش نه تنها بخشی از میراث فرهنگی منطقه، بلکه نمادی از قدرت، شجاعت، جوانمردی و همبستگی میان ملت‌ها به شمار می‌رود. بیننده های عزیز، تاریخچه را با هم تماشا کردیم. حالا در این قسمت برنامه با استاد صحبت می داشته باشیم در رابطه با دستاورد و فعالیتاشون. سلام استاد، خسته نباشین. ابتدا خود به بیننده های ما با معرفی بگیرین. اسم بنده جاوید مبارز هستم، یک تن از ترینران کلب پهلوانی دی محمد شهید. فعلا استاد امی کلب پهلوانی دی محمد شهید هستم که پیش میبرم تمرین. ماشاءالله. استاد، از چه زمان به رشته ورزشی پهلوانی روی آوردین؟ یه مدت 15 سال میشه که رشته پهلوانی روی آوردیم. دستاوردهای چی داریم؟ مسابقات جوانان، نوجوانان وضعیت تیم هم کسب کردیم، در جوانان هم مسابقه کردیم و در جام رمضانی هم مسابقات خوب خود انجام دادیم. در مسابقاتی که انجام دادین مدال گرفتین، مقام گرفتین یا خیر؟ بله، مدال هم گرفتیم که دوم هم شدیم، سوم هم شدیم، ولی در جام رمضانی اول هم شدیم. دیگه مسابقات زیاد را انجام دادیم. گرچه که در وقت زمان امکانات کمتری بود، ما مسابقات زیادتر نمیشد. حال سهولت زیاد شده، در هر جای میری، هر بخشا، هر جمع نظماس مسابقات زیادتر است. او وقت کلپ های بسیار کمی کابل موقعیت داشت که بسیار کلپ های کوچک. خود ما در کلپ تمرین میکردیم، بسیار خرد کلب می بود، تو مساعد نبود دیگه. وقت یک مسابقات رسمی میتونستیم که در المپیک مسابقات انجام بده. بسیار عالی. حالا نظر به سابق، فعلا رشته ورزشی پهلوانی رشد کرده و ورزشگاه ها زیاد شدند. بسیار زیاد ماشاءالله جوانان بسیار زیاد تشویق شده به مسابقات. طرفدار خودم زیاد داره ورزش دیگه. نام خدا جوانان زیاد شده دیگه، سهولت هم زیاد شده، باشگاه هم زیاد شده. مسابقات پای در پای مسابقات میشه در المپیک، چی دوستانه باشه چی بیادر رسمی باشه، مسابقات در المپیک میشه دیگه. یک رئیس ما نو شده به نام الحاج آیت الله رحمانی، خیر بینه که بسیار در مدت کم توانسته که خدمات زیاد را به عرصه ورزشی پهلوانی برمغان بیاره. بسیار خوب. علاقمندی جوانان را چگونه پیدا کردین وقتی که شما فعلا کلب دارین و به عنوان استاد فعالیت میکنین؟ علاقمندی جوانان خب بسیار زیاد است که امی مسابقات است که امی
دستاوردهای بزرگ است که بزرگا بچه‌ای که در تیم ملی هستند که از بیرون مرزی مسابقات انجام میدن، ماشاءالله رویش بر جوانان زیادتر است که جوانان تشویق میشه به می ورزش پهلوانی یا دیگر ورزش ها است که زیادتر تشویق میشن که ورزش پهلوانی را به پیش ببرن. استاد، در رابطه با تفاوت پهلوانی با جودو، با وشو، با کرش برای ما بگین که اینا چی تفاوتی دارن با هم؟ تفاوت ورزش پهلوانی دیگه به این است که این بسیار قدامت تاریخی هم داره. ورزش پهلوانی از زمانهای قدیم است دیگه. ورزش جودو دیگه ورزش ها که تاسیساتشان نو است دیگه. اینمی ورزش پهلوانی یک ورزش عنعنوی، ورزش قدامت کهن داره در قدامت تاریخ معاصر افغانستان و دیگه جا. روابطتان با ریاست فدراسیون پهلوانی چگونه است؟ آیا شما را در مسابقات ملی و مسابقاتی که به سطح زون برگزار میشه و خبر میکنه یا خیر؟ بله، ما از فدراسیون ملی پهلوانی افغانستان بسیار زیاد خوش هستیم که بسیار سهولت‌ها را فعلا به ورزش پهلوانی آورده. مسابقات پای در پای صورت میگیره و جوانا را سفر روی میکنه عصریشان که همه قدر که ورزشکارا زحمت میکشن، تلاش میکنن که یک دستاورد خوب بگیرن. عرصه بر از این ورزشکارا تعیین میشه از طرف فدراسیون پهلوانی، براشان یک چیز عرصه تعیین میشه بر از و بعد از وقت معینشان به دستشان قرار میده. سلامت باشین استاد. قربانتون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با استاد در رابطه با دستاوردها، فعالیت هاشون تماشا کردیم. بدون شک پهلوانی یک از فرهنگ های سابقه مردم افغانستان است. ریشه در فرهنگ مردم افغانستان دارد. پهلوانی یکی از ورزش های است که در وسط مردم افغانستان در عنعنات خاصی برگزار می شود. بخصوص در ایام عید، در جشن‌های عروسی مردم مسابقه پهلوانی برگزار میکنه تا ای که بیشتر و بهتر این فرهنگ زنده نگه بدارن. حالا می رویم یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. برنامه تمرین ادامه دارد. حرکت عبدالله چاکی که تبدیل به امتیاز میکنه. شروع بسیار خوب ضربات پای هم تمام شد و آزاده به مقام قهرمانی وزن منفی 55 کیلوگرم رسید. بیننده های عزیز، شما را به ادامه برنامه تمرین خوش آمدید میگیم. حالا در این قسمت برنامه صحبت می داشته باشیم با چهره های ورزشی، ببینیم که اینها چه دستاورد، چه فعالیتی دارند در عرصه ورزش پهلوانی. سلام، خسته نباشین. ابتدا خدا به بیننده های ما به معرفی بگیرین. په لومړي سر کې سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو کارمندانو ته خیر راغلی زموږ کلب ته. سلامت باشین. یک معرفی داشته باشه برای بیننده ها. محمد سکندر یم. بسیار عالی. از چه زمان بر رشته ورزشی پهلوانی روی آوردین؟ چند سال میشه که تمرین میکنین؟ ټول د ما یو نیم کال کې چې زه تمرین کوم د استاد جاوید مبارز د نظر لاندې په دغه مدت کې ما چې د ټوټل 11 مسابقې کړي رسمي. په دې کې 2 باخته لرم او په 2 دورې مې په 92 کیلو کې په جنوب زون کې لومړی مقام خپل کړی دی الحمدلله. تجربه شما در این مدت چی بوده؟ ما دغه تجربه له دې تمرین څخه واخیستله چې باید سړی اول د خدای په لاره برابري، ځکه دا تمرین چې دا با خدا باش پادشاهي کړ، نو اول باید سړی د خدای په لاره برابري، بیا په دې تمرین کې چې د خدای سره د خپل تمرین ته راځه په وخت او غیر حاضري ونه کې، د ټایم د خوراک د خوب دغه حساب دی چې برابر انشاءالله خپله مخکې ځي. آرزو چیست که در آینده چگونه یک مسابقه را برای بندازی تا که موفق شوی؟ د ما ارزو دغه ده چې د افغانستان ته په 92 کیلو کې یو میډال راوړم انشاءالله، او په همدې تمه امید دغه تمرین مخکې وړو، په همدې تمه امید خواري کوو او بس د موږ استاد سره الله تعالی ډېر خیر او برکت ورکړي چې په دغه رشته کې موږ سره ډېر زحمت باسي او نه سهار ګوري نه ماښام ګوري، د منډو ته مطلب نور تمرینو لپاره ډېر هر ځای ته موږ سره کوشش کوي انشاءالله چې په همدې تمه امید تمرین کوو چې یو ورځ افغانستان ته افتخار راوړو. سلامت باشی. تشکر زیاد. بیننده های عزیز، صحبت های ما را در رابطه با رشته پهلوانی با این چهره ورزشی تماشا کردین. حالا صحبت می داشته باشیم با دیگر چهره ورزشی جوان، ببینیم اینها چی دستاورد و چه فعالیتی دارن. سلام، شما هم خسته نباشین.
خدا به بیننده های ما به معرفی بگیرین. علیکم سلام، محمد ریز حبیبی هستم. بسیار عالی. چند سال میشه که شما تمرین میکنین؟ مدت 3 سال میشه تمرین میکنم. در این مدت 3 سال مسابقه داشتین، دستاورد داشتین یا خیر؟ بله ها، مدت 3 سال میشه تمرین میکنم. در زون جنوب اول هستم ان شاء الله الحمدلله. در 5 زونم سوم، در حزب لیوم سوم هستم. در وزن چند اول هستی؟ 48 کیلوگرم. 48 کیلوگرم، ماشاءالله. شما را کی تشویق کرد تا اینکه بیاین به رشته ورزشی پهلوانی روی بیارین؟ پدر جانم، مادر جانم. بسیار خوب. بر علاوه پهلوانی مکتب میخونین، درس میخونین در پانتون یا خیر؟ کاربار میکنم دیگه، فقط تمرین بس خلاص. تمریناتون چگونه است روزانه؟ تمرینات الحمدلله، تمرینات ما و توسیمقات روان است. ان شاء الله که هر روز تمرین میکنیم که ان شاء الله یک مدال‌آور خوبی باشیم. بسیار خوب. طرف کامرا هم تماشا بکنید که بیننده ها چهرهتون را ببینن. پیام تا داشته باشیم برای بیننده ها، برای جامعه ورزشی افغانستان، برای مردم افغانستان. پیام همی است که جوانای افغانستان درس بخوانن، ورزش کنن، صحت سلامت باشن. سلامت باشین. آرزوی موفقیت دارم براتون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با دو جوان تماشا کردین که در رابطه با دستاوردها، فعالیت هاشون صحبت کردن. حالا در کنار ما دیگر پهلوان حضور داره، در رابطه با فعالیت ها و دستاوردهاش صحبت می داشته باشیم. سلام، خسته نباشین. شما هم با بیننده ها خدا به معرفی بگیرین. سلام علیکم. عین الله. عین الله عزیز، چند سال میشه تمرین میکنین؟ مدت 2 سال میشه تحت نظر استاد جاوید مبارز تمرین ما پیش میبرم. بسیار خوب. در این مدت مهمترین دستاوردی که داشتین چی بوده و در کجا مسابقات انجام دادین؟ مسابقات مختلف انجام داده ولی مهمترین دستاورد ما قهرمانی در زون جنوب پهلوانی گذار کابل بوده. در وزن چند بوده؟ در وزن 86 کیلوگرم. بسیار عالی. شما را کی تشویق کرد تا اینکه بیاین بر رشته پهلوانی روی بیارین و پهلوان شین؟ نسبت علاقه که خودم داشتم و فامیل من مرا تشویق میکنه که این رشته را پیش ببرم. آرزو چیست که در آینده چگونه یک پهلوان شوی و الگوت کیست در این عرصه؟ آرزوی می است که بیرق کشور ما در کشورهای خارجی بلند کنم و مدال بیارم به افغانستان و الگوی ما در این رشته سعداللایف کشتیگیر روسی می باشه. سبکش چگونه است به نظرت؟ سبک ورزشی ای پهلوان؟ سبک ورزشی و قهرمان جهان است. بسیار عالی. در رابطه با ویژگی های یک ورزشکار با بیننده ها بگو که یک ورزشکار کدام ویژگی را داشته باشد تا اینکه در میدان رقابت بتواند که خوبتر بدرخشه؟ زحمت بکشه و با خدا باشه، عبادت خدا را کنه، زحمت تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه، موفق بشه انشالله. بسیار خوب. این ویژگی های اخلاقیش بود که شما گفتین. ویژگی های جسمی، ویژگی های که باید برای یک ورزشکار از لحاظ جسم با او باشه، چی ویژگی ها داشته باشه؟ قوی باشه، چالاک باشه یا خوب چاق باشه؟ چست چالاک باشه و تیز باشه در این رشته بهتر است. بسیار عالی. پیام شما را داشته باشیم با بیننده ها. پیام ما به جوانان می است که درس بخوانن، ورزش کنن تا صحتمند باشن. بسیار خوب. سلامت باشین. بیننده های عزیز، صحبت های ما را در رابطه با فعالیت ها و چهره های ورزشی تماشا کردن که ورزشکاران اینا توانستن که خیلی فعالیت هایی داشته باشند، تمرین بکنن تا اینکه دستاوردی داشته باشند در عرصه ورزش و آرزوهای خیلی خوبی داشتن تا اینکه مدال بیارن برای مردم افغانستان و نام افغانستان را در کشورهای بیرونی بلند بسازند. بر علاوه ای که چهره های ورزشی را ما به تصویر میکشیم و از دستاوردهاشون ما صحبت میکنیم، آرزوهاشون را پرسان میکنیم تا اینکه بتوانند اینها همون آرزوهای خود را بگن و به تصویر بکشند و هموطنان این آرزوهاشون را بشنوند و بدونن که نسل ورزشی افغانستان در آرزوی موفقیت و دستاورد است. بدون شک هر جوان آرزوی موفقیت را در هر رشته‌ای که علاقمند است داره و ما دعا میکنیم که هر جوان در امون رشته‌ای که علاقمند است موفق و پیروز شود. حالا می رویم به طرف تمرینات که توسط استاد به نمایش گذاشته میشه و با هم این تمرینات تماشا میکنیم. برنامه تمرین ادامه دارد. برو پای تبدیل، حرکت تا برو پای تبدیل. برو. این حرکت های مفاصل است که
گرمکاری اول باید است از امی پایا شروع شود. ادامه بده اسکندر خودت. حرکت های مفاصل است که پنجای پای نازکترین چیز است که باید صدمه نبینه در پشتی. دیگه فعلا از امی مفصل ها کار میگیره. جوره طرف راست دورونی. ماشاءالله آفرین. برعکس. نام خدا. این حرکت های مفاصل است که بیشتر گرمکاری کار داره که باید است گرم بیه که در عین تمرین انشالله که صدمه نبینه باید است. خب این بیخ پت است که خوب بالا پایین. باز بسته. کشک بالا. طرف داخل. پشت سر. چه دیگه پای. خب شامفر اسکندر جان. برعکس. بالا پایین. پایین بالا رفته. بس کمر برو. این حرکت کمر است که کمر ما باید از بیشتر گرم بیه که به خاطر تمرین که انشالله کدام آسیب کدام چیز بچه ها انشالله در این تمرین نبینه. چپش برو. چپش برو. خوب فشار بیار سر کمرت که کمرت گرم بیه. پیشوری پشت سر برو. خب نام خدا. برو زیر قل. هر دو دست خوب کش کن. خوب برعکسش. آرنج. حرکت های مفصل آرنج یایتانم بره. خب برعکسش. دستا سر کمر برو. شانم جایی که بند بدن انسان است باید است هر بند باید است گرم بیه. شانه جای مهم است. گردن جای مهم است. برو گردن. ماشاءالله. یک بغل دیگه بغل. خب برو دورانی طرف راست. برعکسش برو. گردن جای مهمتر است که و خصوص گردن باید از بیشتر گرم بیه. خب هر دو دست کش کر دو دست طرف بالا. خب زیرای بالا گرم بیه. دستایت گرم بیه. بالا برو. خب بالا طرف بالا. خوب طرف پنجای پای در توشک بالا تا که میتونی طرف بالا بکش خدا. بکش. این حرکت های کششی است. این حال ما شما میریم کششی است. خب طرف راست. خوب کش کن زیرای بالت بدنت کمرت کلش کش شوه. 1 2 3 4 5. بیا طرف بالا باز. بیا طرف بالا. 1 2 3 4 5. بیا طرف چپ. خب برو. 1 2 3 4 5. نام خدا ادامه بده. خوب خب پس بیا طرف بالا. بیا پیش روی. سینه‌ت کشیده. خوب سینه‌ت کشیده. کمرت پایین. خوب تا که میتونی. بیا طرف بالا باز. 1 2 3 4 5. بیا طرف پایین. خوب کش کن دستایت لیس. کش کن در توشک تماس کنه دستایت. خوب کمرت هم کش کن. خوب ماشاءالله. از اما حالت بگی یک پای تا. یک پای کش کن. خوب برسان در سرت برسان در بندای پای. تبدیل کن. ماشاءالله. 1 2 3 4 5. هر دو پای جفت. دستا پشت سر پای. سرت برسان در بندای پای. خوب کش بده. عین الله جان. خوب برو نام خدا اسکندر. خوب پای تا قیچی کن. برسان سرت. تبدیلش بده. خوب تبدیل بده. خوب برسان. برو کمر دست پای. خوب پایین بالا. خوب پایین بالا. ماشاءالله. برو 1 2 3 4 5. 3 حالت. 1 2 3. خوب برو دست کمر برو. خوب دورانی برو. کمرت هم گرم بیا.
برعکسش ماشاءالله پایین بالا. خب دوش میکنیم آستاستا ما شما با دوش ادامه بده مرکی دقیقش برو گیر کن نفر تا کشک آستاستا. خب در جمع پادی دوره اول 2 3 را آستاستا میریم. برو 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 در پسر یکی دیگه باش، در پسر یکی دیگه. خب در جمع بده خدا بسیار آستاستا میریم. خب پشت سر برو تو، پشت سر پسر 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 سر پسرتر بیا ماشاءالله آفرین. گیر کن نفرت تا بچه باز پیش روی بده و تکر نکنی. بده پالان ماشاءالله آفرین بده چشم نام خدا. خوب آماده بیا ادریس جان با شما اول تکنیک هم مییم که وقت استاد میشیم شاق در شاق قد نفر میشیم یا بیادر گارد در گارد قد حریف استاد میشیم. وقتی قد حریف گارد در گارد استاد میشیم دستا از یام سر شانه است، از تو هم سر شانه است. دمیالت دست تو می از یام این میالت دست می پیش انداز میکنیش، دست دیگه پشت گردن است پیش انداز میکنی. می یام تو چپشان پیشتر راست رفتی حالا برعکس میری چپ. اینه میره بگیری نفر بگیری بگی نفر هایتانه هر کی نفر خدا. آفرین استاد شد در جای دیگه شروع جای بته بک برو کار کن نام خدا. خب نام خدا آفرین کار نام خدا کار خوبش استاپ. خب حالا پیشتر پیش انداز کردیم حالا باز میم در روک میم ما شما در روک میم وقت دست پشت گردن پشت بازو میم چه میکنیم چپولا کنیم پایین کش میکنیم میبروی بغلی. دمیالت هم برعکسش قدش هستی شاق در شاق تو تله میکنی کمی یک دکه میتی پایین طرف پایین غافلش میسازی میبروی. بگی نفرتا حال ما هستیم قد نفر روک در روک میشی یا گیر می دستتا میبری در زیر قول ازی او هم بسته کده تا هم بسته میکنی هر دوی تان یک جای هسته این دیالت. خوب ما کمی جدی باشه کمه اینجا بستهش میکنی دست خودت میری از تو میام زیر گلوم بستهش میکنی خدا پایین میگیره یک تلک میکنی خدای بلند میکنه میخوای که نفته تو پس دست پایت میره در پای دیگهش پشت سر برعکس اونمون رقم میزنی مثل چپاواره. خب ما اول مصروفش میکنی پیش انداز میکنی پیشوری خود این خدا بلند میکنه بلند کرده اینجا میریشه نه. خب طرف هوا میزنیش خب یک ذره پل میکنی میزنیش یاد گرفته انشالله. برو نفر تا بگی صحیح بسته کو یک بغل برو. آبش نام خدا بیا یک دوبان یاده به این طرف آبش نام خدا برو دو زیر قل ببر. خب ماشاءالله آماده کار. خب یک پای نام خدا. خب یک تکنیک عالی 4 نمره‌ای داشت که خوبش. خب نام خدا 2 نمره از محبوب جان داشت 4 نمره از ادریس جان. خوبش این تکنیک کلزنگ بود که ادریس خوبش خب یک برآمد خوبش از طرف محبوب جان که 4 نمره تکنیکی را داشت. خب یک قپان خوبش ادریس جان ماشاءالله آفرین. این استاب چو این انداختایی که یا میکنن 4 نمره هستن 4 نمره هستی که در مسابقه نمیقه از توشک پایت بلند باشه 4 نمره تکنیکی است دیگه اینیا که میزنن 4 نمره تکنیکی. اینجا پیسا خوب اما جدی کار که جدی تر
کار خوابش ایره که میگه دپت پارت میگن در مسابقه که وقتی دپت میکنه پارت میکنه 4 نمره. خب بغلی ماشاءالله بغلی برآمد 1 سفلس انداخت 4 نمره تکنیکی. اینجا کشتی میکنم دوستانه کار. خوابش کلازنگ نام خدا کار تمرین کردید. یک کلازنگ نره کار کو. خوابش خوب نام خدا بیا شفی در جای کار کو. کار اردوید کار کو. خوب پیش انداز نام خدا کار کو. این نمی رقم تا آخر دور بخور. ماشاءالله آفرین اردوید نام خدا خوب برآمد. آفرین پیش انداز خوب. اینی حرکت رویه میگه که برآمد رویه. حال در قانونا فرق میکنه. سابق میبرم دیدن مرا حال کسی که بیاد از جای. بیننده های عزیز بخش تمرینات با هم دیدیم. حالا در این قسمت برنامه در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین و بعد از تمرین با استاد صحبت می داشته باشیم. سلام استاد، در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین صحبت داشته باشیم که ورزشکاران پیش از اینکه به تمرین می آیند چگونه غذا استفاده بکنن تا اینکه بتوانند خوبتر تمرین داشته باشن؟ دیگه با تمرینات که میخوام بچه‌ها پیش از تمرین که بیان بخیر باید از چی کنن؟ دیگه از آب استفاده کنن، آب سیب، آب زردک، چیز استفاده کنن که انرژی دار بتونه تمرینات خود با انرژی پیش ببرن. بعد از تمرین معمولا ورزشکارا انرژی از دست میتن و در جریان تمرین عرق میکنن. تا ای که بتوانند این انرژی را که از دست دادن بگیرن از کدام غذاها استفاده بکنن تا ای که قوی شوند پس دوباره اما انرژی از دست رفتهشون را دوباره بگیرن. بعد از تمرین که یا تمرین زیاد میکنن فشرده بدنشون خسته میشه باید از یا آب استفاده کنن. بعد از جوس کیله، جوس هم، جوس اناناس، امی چیزایی که مفید است به بدنشان که انرژی میرسانه امی برشان مفید است. و دیگه بعد از 24 ساعت بدن انسان که ورزش میکنه بدنشان 24 ساعت انرژی ضرورت داره. انرژی ای که اول از کلش که بهترتر مهمتر امیز خواب کافی داشته باشن 8 ساعت الی 9 ساعت. بسیار خوب. پیام تا داشته باشیم برای وطندارا. پیام این است که ورزشکارا به خصوص کسایی که ورزش میکنن همیشه ورزش که میکنن باید از خواب کافی داشته باشن، انرژی، اعصاب و آرام داشته باشن. سلامت باشین استاد، قربانتون. بیننده های عزیز صحبت های ما را در رابطه با تغذیه ورزشکاران با استاد کلب تماشا کردین. بدون شک هر ورزشکاری که میخواهد خوبتر بدرخشه باید تغذیه درستی داشته باشد و بخصوص ورزش پهلوانی فرهنگ دیرینه مردم افغانستان است که بر علاوه که به گونه رسمی مسابقاتش برگزار میشه و به گونه‌های محلی هم این پهلوانی در افغانستان رواج داره. در شبای عروسی در ایام عید پهلوانی گرفته میشه و مردم به پهلوانی میپردازه و همه مردم از جوان گرفته تا پیر علاقمند این ورزش هستند. شما هم وطندارای عزیز فرهنگ دیرینه را فراموش نکنین. فرزندانتون را به ورزشگاه بفرستین تا که پهلوانی را به گونه رسمی یاد بگیره تا که در مسابقات بین المللی شرکت بکنن و دستاورد داشته باشن برای مردم افغانستان و نام افغانستان را بلند بسازن. این بود داشته های برنامه تمرین که تقدیم حضور شما شد. شما را تا هفته آینده با یک برنامه جدید به الله متعال میسپاریم.